روز قیامت یک انسان از گناه زیاد داشت، خداوند مهربان امر به دوزخ میکنه، میگه ایره بریم به دوزخ. یکی از همین جاهای چشمش و خدا کپ میزد. از حبیب خدا گفتن میجه چشم میگفت از خدایا مرا اجازت بده یک لحظه ما گپ زنم، یک لحظه ما گپ زنم. یکی از میجاها خدا میگفت اجازهش میداد است، میگفت از گپ زن. حبیب خدا گفتن همین اینجا گپ میزد است، میگفت از خدایا حبیب تو محمد صلی الله علیه و سلم در دنیا گفته بود اگر از چشم به خاطر ترس خدا یک قطره اشک بریزه از ترس خدا، او چشم صاحبی و چشم داخل آتش دوزخ نمیشه. و همین گپ درست است. الله میگفت است بله قول پیغمبر من هست. همین میجه چشم شاهدی میداد است، میگفت است خدایا من شاهد هستم همین صاحبی من در دنیا از ترس تو گریه کرده بود، خدایا همین از ترس تو گریه کرده بود، من شاهد هستم خدایا من شاهدی میتونم، شاهدی مرا قبول کن. الله مهربان میگفت است که واقعا شاهدی درست است، این در دنیا از ترس من گریه کرده بود. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن در قیامت اعلان میشه و که یک نفر از آتش دوزخ به شاهدی یک میجش نجات یافت، این از آتش دوزخ نجات میتن. این چشم من در شما دیدم برادران، خدا رو میخواهم که روز قیامت شاهدی رو ما و شما رو میجا ما بده.